من اومدم امروز یک کولری برم تعمیر کنم. بعد یادم افتادش که اون سری که رفتم کارشناسی کردم کنتاکتورش خراب بود. الان اومدم بازار دارم میرم آراد برودت یه کنتاکتور بگیرم، چون دقیقا همین خیابون انقلاب بودش آدرسی که دارم میرم، خیابون انقلابه. الان برم آراد برودت یه دونه کنتاکتور بگیرم و برم درستش کنم. سلام علیکم. حسن خوب هستی؟ یه کنتاکتور حسن کن. میشه دو کلر هم ببینم مدلشو؟ بازی دو کلر نداری؟ بازیش نداری چون باش همین اینم میشه دو کلر. تو سایت موجوده ها؟ این خنده رو دارم کارتونش وارد شد. سه کلر رو میگم دست دارم اینجا میکشیم اونجا. هیجده 25 اون بلای جاجاییه دو طرف از سره اون چنده؟ نکشید اشتباه کن. خب کنتاکتور گرفتم جیجی. این کنتاکتور دو پل 360,000 تومان 370,000 تومان. بعد الان اینو همینو برو به مشتری بگو این قیمت خریدم، اینقدر دستمزدشه، فقط تعویضی. الان یه کنتاکتور عوض میکنن 800 تومان فقط دستمزد میگیرن. حالا اینو من بخوام با مشتری 400 هم حساب بکنم دیگه فکر نکنم پول بده. ولی خب الان اومدم کوچه جوادی تو ظهیرالاسلام از مسپاران یه لوله تحویل بگیریم بندازیم پشت ماشین بریم برای خودمون. آقا لوله رو هم گرفتیم. لوله رو هم به 15 متری میخواستم حقیقتا، یعنی مثلا آدم حواس پرت دروغ نگفتم. ببین من الان فکر میکنم تا امروز هر جا رفتم سر کار یه لونه 15 متری اومدم خریدم. یعنی نگم براتون دیگه. ببین مثلا فکر کنم الان ما خودمون کلی لوله داریم تو انبار، بعد هر روز من میام مثلا یه جای سرکاری یه کاری میکنه نصبی فلانی چیزی، مجبورم بیام مسباران هی لوله بخرم الکی ها بدون هیچ دلیلی. کل لوله خریدیم گذاشتیم واسه پروژه‌مون، بعد من اونا رو هیچ کدوم نمیارم. یه ذره چوسی بیایم حالا هیچ کدوم اونا رو نمیارم. یعنی حواسم پرته، نه اینکه از قصد نمیارم، حواسم پرته اونا رو نمیارم. بعد مجبورم بیام یک کلاف تو این خیابون هدایت لوله رو بندازم رو شونم بخرم برم. الانم اینو گرفتم برم لوله رو نصب کنم. البته اول بریم این کنتاکتور رو عوض کنیم چون واقعا پدر من در آورده. فکر میکنم با امروز 5مین باری که میرم سر اون پروژه و واقعا یه کولر LG پدر من یه نفر در آورده. پلاسما گلد، اصلا دست به پلاسما گلد نزنید لطفا. پلاسما گلد سرطان دوستانی شما و اینم سرطانه. از ورودم یادم فیلم بگیرم. این دوتا سرطان، یه سرطان دیگه سرطان اصلی. این 4 تا رو این 5 تا رو یه دونه دیگه هم هست بالاست اینجا مکس. این 4 تا رو من خودم نصب کردم، همه کارش خودم کردم. فکر کنم سال 96 7 بود همه کارش کردم. حالا این یه دونه برد خرابی برد و اینا اتصالی داشت، بعد این برد بردیم درست کردیم با 1000 مکافات. یه بارم من نبودم، مثل این که من جایی بودم نمیدونم شهرستان بودم کجا بودم، نبودم تو تابستونیه البته نمیدونم کجا بودم. اینا یه موتور عوض کردن واسه این دستگاه یه موتور عوض کردن و حالا کنتاکتور خراب شده. خلاصه این
موتور اینو عوض کردن و ما اومدیم بوبین عوض کردیم. اینجا بوبین نمیچستون فلان. الان خوردیم به خرابی کنتاکتور. یعنی پدر من این پلاسما گلده در آورد، واقعا در آورد. اینا که مشخصاتش. من یه کنتاکتور گرفتیم عوض کنیم براشون و ببینیم دنیا دست کیه. آقا اینم من کنتاکتورش رو عوض کردم. اون کنتاکتور کارتون نوعه، این کنتاکتور نو. بعد این بوبین رو درست کردیم. اینم کنتاکتور خرابش. این وضعیت کنتاکتور است. حالا توش آواز کردم پلاتین همه چسبونده بود. خلاصه که حواستون به کولراتون باشه. کولر گرون شده آقا، با یه تعمیر 10-12 تومانی هزینه 100 میلیون اندازید گردن خودتون.